خانم نظر شما راجع به شوهرداری چیه؟ آقا افتضاح. چرا؟ شوهر مثل موبایل میمونه، چه ربطی داره؟ صبح تا شب در دسترس نیست، شبم که میاد خونه آنتن نمیده. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل میثم. من میثم هستم و اینجا چنل ویدیوهای تیک تاک که یه ویدیوهای فان رو برای شما آماده میکنم و درون این چنل آپلود میکنم. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیومون و ادامه ویدیومون رو با هم ببینیم که با هم لحظات شاد و خنده‌داری رو پشت سر بگذاریم، ممنون میشم که حتما ویدیومو رو دنبال کنید. این منظور چنل من دنبال کنید و ویدیو رو هم لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه و یک کمی بتونیم روحیه چند نفر دیگه هم شاد کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. بریم. تو بدرودی دیگر درود. تو دست داغون شده یا داری ساز میزنی؟ کدوم یکی؟ شما بالاخره نفهمیدیم با کدوم این سازتو برقصیم؟ جان خواهشن این کارا رو نکنید. قشنگی داری، رقص قشنگی داری، من عاشقم عزیزم، نری تنهام بذاری. راستی تو بودی منو میخواستی، با ناز و عشق گم گم تو قلب من نشستی، با ناز و عشق. در رفت. آقا خواهش میکنم ازتون وقتی از یکی کمک میخوام بعدش بنده خدا رو اونجوری خرابش نکنید. با هم ادامه این ویدیو رو ببینیم، بعد براتون توضیح میدم قضیه چیه. سلام، خیلی سنگینی، میشه کمکم کنین تا دم خونه؟ باش. آبجی این همه وسایل خودت جابجا کردی؟ نه، مگه من خرم بتونم این همه وسیله رو جابجا کنم؟ آقایون لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید که وقتی اینترنت شما قطع میشه به همین مثل همین آقا متوجه میشین یا نه. با هم ببینیم. اینترنت چرا قطع شد؟ بهار تو چرا موهات سفید شده؟ پیر شدم سن. چقدر سفید شده موهات. این دوتا کیه اینجا؟ دختر پسره؟ بچه همونم بزرگ شدن. ماشالله چقدر بزرگ شدن. اینجا کجاست؟ خونه مامانتی را اومدی. تازه آقا از هفرون در بوده که الان کجاست؟ خدا رفت. کی؟ همون وقتی که تو سرت تو گوشید بود. ای مردادا اینترنت بس. باز که اینترنت وصل شد. درود. میتونم با شما مسابقه کنم؟ آقایون خواهشاً این تیکه رو با هم بیکم نگاه کنیم بخندیم. بله حتما. شما چند سالتونه؟ من 30 سالم. راضی هستی اگه اینکه ازدواج کردی؟ بله خیلی راضیم. اگه برمیگشتی به چند سال قبل بازم ازدواج میکردی؟ بله حتما، چون من عاشق زنمم، انقدر که عشق و حال با زنم میکنم هیچ جای دنیا نمیتونستم بکنم. مرسی خانم جان. چقدر عالی. شما چه توصیه برای جوانای امروزی دارید؟ توصیه‌ام اینه که خانوم ها فرشتن، به خانوماتون احترام بذارید. خانوم ها میتونن دنیا رو براتون بهشت کنن. خدا رو شکر. پس از زندگیتون راضی هستید؟ من از زندگیم خیلی راضیم. من هر چی دارم از زنم دارم. من کنار زنم به همه چی رسیدم. خیلی ممنونم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. جمع کن بریم. داداش دوربینت کدومه؟ آقا من گوه خوردم، هر چی گفتم زر زدم. آقا کی گفته اینا فرشتن بهشت و اینا؟ دروغه. اینا هیولان، همه چی رو برای جهنم میکنن. ببین از من به شما نصیحت، ازدواج نکنید. ببین من الان هیچ انی نیستم، هیچ گویی هم نمیشم، هر چی هم داشتم به چخ دادم. ببین من الان تو خطرم میرم، خودت بقیه‌شو بده. کجا موندی و علاف میکنی آدمو؟ عزیزم رفتم فقط ببینم چه ساعتی پخش میشه. تمام. بچه‌ها بعد از این یه ویدئویی هست که خیلی جالبه.
حتما تا تهش نگاه کنید، خیلی جالبه این ویدیو، واقعا یکی از ویدیوهای فان خنده داره. فقط ببخشید یه تیکش شاید برای بعضی از شما پیش اومده باشه، یعنی برای همه بدون شک پیش اومده، ولی اون تیک خودکاره نه. با هم ببینیم. آقا ببخشید، من تازه اومدم تو این محل، کجا اینجا آمپول میزنه؟ دقیق میخوای بدونی؟ بله دقیق. دقیق خانم از آقایون اصلا نپرسید کجا. دقیق اینجا، همینجا. بابا چه بیشور آشقال. بابا دارم به دقیقشو میگم. عجب بی شخصیتی بود. باید بکنی تو کونه. آره بابا تو من موقع اساس خورده چرت پرتی ما میگی. با خدا دیوانه، اینا رو باید بکنی تو کونه. کی قرصو میکنه تو کونه؟ مامان ها بیا اینو بذار من کم کنم، نمیتونم از درد مرد. پاش بیا بذار اونو، نمیتونم. ای بابا یک شیافه تو نمیتونی بذاری. نمیتونم دیگه، پاش بیا بذار. ای بابا برو بخواب صافیان. hours later. چجوری گذاشتی به چه انقدر درد داری؟ بشین خوب میشی دیگه. نمیتونم بشینم. بشین یک چند دقیقه خوب میشی دیگه. تو خودکارم. کار ای چی؟ بابا خودکارم نیست. اینجا چی میخواد؟ شیاف که اینجایه. خودکار جاده دو. خودکار کی؟ کردی تو. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و به زودی با ویدیوهای بهتری برایشون خدمت شما برمیگردم و ممنون شما که چنل من رو حتما دنبال کنید. به زودی زود میبینمتون. فعلا خدا نگهدار. خانم